سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. ابله و دختر نابالغ، تفصیلات نو لطکوب 3 کارمند میلیسا در دهه لکت. پدر تاجیک در زندان، کودک 6 سالش را در روسیه بیرحمانه کشتند. لیسه آقاخان در خاروخ به لیسه خوانندگان با استعداد تبدیل داده شد. بانک رشد ابر آسیا برای تاجیکستان 650 میلیون دلار جدا می کند. آدمان در شرق تاجیکستان هنوز 14,000 سال قبل مقیم شدند. و اکنون تفصیلات خبرها. ساکنان دهه لکت جماعت زرحلال در کنار شهر استرافشان در شمال تاجیکستان روز 5 ایول سال 2023 به پایگاه خبری بامداد گفتند که نزدیک 30 ساکن دهه را بیگناه به جوابگری کشیدند و در مناقشه بین آنها و 3 کارمند میلیسا در اصل کارمندان مقامات گناهکار بودند، نه ساکنان دهه. ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت روز 2 ایول با نشر یک گزارش ویدیویی گفت به ضد 9 ساکن دهه لکت برای لطکوب کارمندان میلیسا پرونده جنایی گشوده. 18 ساکن دیگر این دهه را با جرم می دعواباشی به جوابگری ماموری کشانیدند. اکبر شریفی، سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت، در شماره نوبتی برنامه میلیسا خبر میدهد گفت 3 کارمند میلیسا روز 31 مای گویا برای سنجش معلومات فوری به سمت خدمتی وابسته به زمین‌های خواجگی‌های دهقانی دهه لکت رفته بودند، ولی ساکنان لکت آنها را لطکوب کردند. اکبر شریفی درباره چگونه معلومات اپراتیوی را سنجیدن این 3 کارمند میلیسا را تفصیلات نداد، ولی در ویدیوی پره لحظه مناقشه ساکنان لکت با کارمندان میلیسا دیده می شود که سخن درباره حمایت ساکنان از یک دختر نابالغ 15 ساله ساکن دهه لکت می رود که در داخل ماشین میلیسا بود. مرد کهنسال 63 ساله که اینک بیش از یک ماه باز با هم بیگانش در پس پنجره قرار دارد، در اصل عمک دختر جمالالدین رحمتوف بوده است که بعد وفات برادرش نعیم در سال 2013 اینک 10 سال باز در برابر تربیه 6 فرزند خودش تربیه 5 فرزند از برادرش یتیم مانده را هم بر عهده دارد. این دختر انوره رحمتوف سال تولدش 2007 در یک نامه به وزیر کارهای داخلی تاجیکستان جنرال پلکوونیک رمضان رحیمزاده نیز کارمندان میلیسا را گناهکار کرده از وزیر خواسته است هم یگانش را که به حمایت از ناموس او برخواسته بودند از جمله عمکش را آزاد کنند. حالا یکچند آدمان برای خلاص کردن من صغیره در حبسخانه اند. عمکم سلامتیش وزنین در ترمخانه می باشد. 6 فرزندشان ما 5 صغیره نیز به آن کس محتاجیم. عمکم زیر تهمت ماند. دیگران نیز برای آر و ناموس من و بی‌مسئولیتی این 3 میلیسا اذیت کشیده ایستادند. حالا من در حالت ناگوار ماندم، در دهه را رفتن نمیتوانم. بگذار آن آدمانی که مرا از کارمندان میلیسا خلاص کرده بودند به آزادی برآیند. در وقت کار با بهانه ابله و با دیگر کارها مشغول شدگی این 3 کارمند میلیسا جزای خود را گیرند، نوشته است انوره رحمتوف. بنا به نقل این دختر نابالغ، او همان روز 31 مای از در جواب گرفته خانه می رفت که المسای قادروف نام ساکن لکت با وعده یافتن جای کار او را به استرافشان برده است. اما در شهر در نزد بخش شناسنامگی قادروف به انوره گفته است که به یک شناسش برای ابله و یگان دعوت شونده لازم است. آیا کسی را میدونم یا نه معلوم نیست که آیا انوره سراغه یگان کس را داد است یا نه، ولی به وی اول 100 سومونی دادند و کارمندان میلیسا از بخش شناسنامگی برآمده به آنها امر شدند و آنها امکسه در 2 ماشین به زمینهای دهه لکت برگشته آمدند. ظاهرا این پول برای آدرس یگان جوان بود است که المسای پول را گرفته میگوید بعد قبیدن بچه وعده شده پول را به دستت میدهد. خود دختر میگوید که از بس که راکی را برای بازگشت از شهر نداشت مجبور به یکی از ماشین‌ها نشسته آمد. در لکت 2 کارمند میلیسا به درون زمین ها رفتند. یکی دیگرش اول با المسای تگ توت رفته، سپس به پیش انوره که در درون ماشین بود آمده است و بنا به نقل این دختر نابالغ رویم را سیله کرد، میانم را قپید و گفت اگر کارم منحل شود تو را به کو میبرم، تلفن آیفون خریده میدهم. انوره میگوید بعد این او را در درون ماشین که آینه هایش سیاه بود محکم کردند، ولی آدمانی که در سر کار میکردند صدای آواز و گریه او را شنیده به پیش ماشین آمدند که او را خلاص کنند
ولی کارمندان ملیسا آنها را دشنام داده از آنجا پیش کردند. مدیر مکتب لکت اسفندیار اورونبویف و عمک انورا جلالالدین رحمتوف را خبر کردند. آنها امروز یک ازدحام آمده از ملیسا خواهش کردند که او را جواب دهند. اما سه ملیسا یکتا شده کورتاهای عمکم را درونده پرتافت لطوکوب کردند. عمکم از این حالت طاقت نکرده و آر و ناموس مرا گفته ماشین را زد. من یک علاج کرده در را کشودم و عمکم را خلاص کردن گرفتم. المسای تا آن دم دست و پای مرا سخت قپید، راه نداد که در را کشویم. سه ملیسا باز کوشش کردند که مرا به ماشین شینانند. این حالت را دیده آدمان بی‌طرف نشدند. برای آزاد کردن عمکم آنها به کمک رسیده آمدند. حادثه را شنویده قریب 30 ملیسا رسیده آمد. مرا به ملیسا خانه برده از من بیانات گرفته بعد اجازت دادند. اما از سر چی گفتم نمیدونم. نوشته است انور رحمتوف در نامش به وزیر کارهای داخلی. ساکنان دیگر لکت به بامداد گفتند انوره را با تهدید به معبد شیناندن عمک و برادرش مجبور کردند که فرضیه آن سه کارمند ملیسا را تصدیق کند. به ضد 9 ساکن لکت بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام افباشی گروهی، استفاده زوراوری و تحقیر نماینده دولت پرونده جنایتی گشودند. به آنها که سنشان از 28 تا 63 بوده است بر اساس این بندهای قانون برای افباشی تا 7 سال زندان و برای لطوکوب کارمندان ملیسا تا 5 سال زندان تهدید میکند. در تاجیکستان موردهای به کارمندان مقامات در افتادن ساکنان خیلی انگشت شمار است. خوجنابدین بوبیف شهروند زندانی تاجیکستان در اکاترینبورگ از مقامات روسیه خواسته است برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسر 6 سالش دلیر بوبیف در این کشور اشتراک کند. جسد دلیر بوبیف را در آخر ماه ایون امسال از یک گراژ در شهر اکاترینبورگ یافتند. مقامات گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادرخواندش گمان بر است. او را دستگیر کردند. کشتار کودک تاجیک در اویله پرستارش در اکاترینبورگ سر و صدای زیادی به پا کرده مسئله بی‌توجهی به کودکان را در خانواده های فرزند خوانده شده داغ نمود. کنسولگری تاجیکستان در روسیه میگوید دلیر بوبیف 6 ساله فرزند خوجنابدین بوبیف زاده نوع خراسان تاجیکستان و شهروند روسیه است. پدر بیولوژیک کودک چند سال پیش با اتهام روزنی زندانی شده بود. هنگام بازدید ظفر سیدزاده کنسول گنرالی تاجیکستان از مؤسسه اصلاحی ولایت سوردلوفسک که خوجنابدین بوبیف اینجا نگهداری می شود وی خواسته است در گرفتن جسد فرزندش و دریافت اجازه از مقامات روسیه برای دفن او مدد کند. دیپلمات تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت مراجعت محبوس را به تاتیانا میرزلیاکووا وکالتدار حقوق انسان در ولایت سوردلوفسک رسانیدند و احتمال خواهش محبوس تاجیک اجرا می شود. ماجرای زندگی این مهاجر تاجیک و مرگ فرزندش پرپیچ و تاب است. دلیر بوبیف خردسال که خبر کشتارش چند روز باز در سرخط رسانه‌های اکاترینبورگ قرار دارد از همسر روس مهاجر تاجیک به دنیا آمده است. به نوشته رسانه‌های محلی پس از زندانی شدن پدرش مقامات مادر بیولوژیک کودک را به دلیل می زدگی از حق مادری محروم کرده دلیر را با قرار مقامات و موقتا به پرستاری به یک اویله در اکاترینبورگ دادند. روز 26 ایون مادرخواند کودک اعلام کرد که دلیر ناپدید شده است و ساکنان زیاد با جستجوی طفل پیوسته بعد 3 روز جسد او را در گاراژ در نزدیکی منزل استقامتی اویله پرستارش ورونیکا ناومووا پیدا کردند. بنا به فرضیه مقامات انتظامی در اکاترینبورگ کودک 3 دکبر ففتیده پرستارش تمام این مدت جسد او را پنهان داشته است. مقامات تفتیشاتی شهر اکاترینبورگ خبر دادند که دلیر بوبیف بعد از لطوکوب شدید از سوی مادرخواندش در حمام از اوش رفته جان داده است. زن هنگام بازپرسی گفته است کودک بیماری روی داشت و او از ترس محروم شدن از فرزندان دیگر جسد را پنهان کرد. به اطلاع یک منبع خبرگزاری اکاترینبورگ زنی که دلیر را به فرزندخوانی گرفته بود برای تربیه و نگهبانی او از دولت هر ماه 11,000 روبل می گرفت. ایوگنیا دیدیک مفتش ناحیه چکالوفسک اکاترینبورگ به خبرنگاران گفته است در دوام سال 2022 وی منتظم کودک خردسال را که به پرستاری گرفته بود شکنجه میکرد. گذشته از این دقیق میدونست که کودک نیم سال پیش فوتیده است اما از دولت یاری پولی میگرفت. حالا جسد دلیر در سردخانه اکاترینبورگ است.
و پدر بیولوژی او خوجنوبدین بوبیف با یاری تاجکان و پیوندانش تلاش دارد جسد را گرفته به خاک سپارند. یکی از نزدیکان خوجنوبدین بوبیف به رسانه‌های اکاترینبورگ گفته است پدر بیولوژی طفل می‌خواست بعد رها شدن از زندان پسرش را به تربیت خود بگیرد. به گفته نمایندگی تاجیکستان تا انجام ادای جزای خوجنوبدین 1 سال و 3 ماه مانده است. روز 1 ایول 10 ساکن اکاترینبورگ در نزد یک دادگاه جمع آمده خواستند به پرستار طفل کشته شده جزای سنگین داده شود. آنها همچنین مجازات مقامات پرستار را برای بی‌توجهی به سرنوشت کودکان فرزند خوانده شده طلب کردند. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، لیسه آقاخان در شهر خاروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان به لیسه برای خوانندگان با استعداد تبدیل داده شد و الکی لوحه‌ای را که در درآمدگاه این مکتب آویزان بود و در آن لیسه آقاخان نوشته شده بود کندند. به گفته یکی از معلمان مقامات از همه آموزگاران لیسه آقاخان خواستند که ترک کار نکنند و در مکتب نو به کار خود ادامه دهند. یک ساکن خاروغ که دخترش در لیسه آقاخان تحصیل میکرد به بامداد گفت والدان خوانندگان را دعوت کرده وعده دادند که در مکتب نو همان شرایط و اصول تعلیم که در لیسه آقاخان استفاده میشد نگاه داشته می شود و جای برای نگرانی نیست. اما این ساکن میگوید برخی پهلوهای مسئله والدان را نگران ساخته است. اولا معلوم نیست که برای تامین کار مکتب از کجا پول مییابند. قرار معلوم مبلغ گذاری سوای معارف در تاجیکستان تا حال میلنگد و مبلغ گذاری از حساب فقط بودجه برای تامین فعالیت کامل چنین مؤسسه ها کافی نیست. ثانیاً مسئله صفت تعلیم، اگر به آموزگاران معاش شایسته که آنها در لیسه آقاخان میگرفتند تامین کرده نشود آنها میتوانند از کار بروند و این به صفت تعلیم بی تاثیر نمیماند. ما در خاطر داریم که وقتی دولتی کردن لیسه های ترکی و تبدیل آنها به لیسه های برای خوانندگان با استعداد نیز این وعده را داده بودند که سطح صفت تعلیم زمان لیسه های ترکی را نگاه خواهند داشت، ولی در نهایت دیدیم که چنین نشد و آن سابق لیسه های ترکی که مکتب های معتبر زمان خود دانسته می شدند حالا از لحاظ سطح و صفت تعلیم از دیگر مکتب های میانه عادی تقریبا فرق نمی کنند. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان و دوشنبه تا کنون قرار بازخواند اجازتنامه لیسه آقاخان و سبب چنین تصمیم را شرح نداد. لیسه آقاخان رسما روز 3 ایون سال 2023 برابر به پایان رسیدن سال تحصیل فعالیت خود را قطع کرد. لیسه آقاخان در طول سالها یکی از مؤسسه های از همه معتبر در بین مکتب های میانه در ولایت مختار کوهستان بدخشان به شمار می رفت و صدها تن از شاگردان آن به دانشگاه معروف جوان و منطقوی داخل شده توانستند متخصصان ورزیده در ساحه‌های گوناگون شوند. تا 1 سال گذشته بعد سرکوب اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان ساختارهای گوناگون مربوط به آقاخان در این ولایت و در عموم در تاجیکستان به فشار جدی از جانب مقامات دچار شدند و در پی لیسه و لاگرها و کودکستان‌های آقاخان، پارک خاروغ، مهمانخانه سیرینه در مرکز بدخشان خوف دولتی کردن دیگر ساختارهای تجارتی آقاخان در تاجیکستان نیز وجود دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. بانک اوراسیایی رشد برای تاجیکستان در 3 سال آینده برای طرح‌های اولویتناک $650 میلیون جدا می‌کند. چون این تفاوق روز 3 ایون سال 2023 در ملاقات وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زفقی زاده با رئیس بانک اوراسیا نیکولای پدگوزوف در حاشیه نشست سالانه شورای این نهاد مالیوی به دست آمده است. سامانه رسمی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان خبر داد که در هفته واخوری جانب‌ها مسئله‌های گسترش همکاری‌ها بین جمهوری تاجیکستان و بانک اوراسیایی رشد، جلب مبلغ‌های امتیازناک وابسته به تاثیر عامل‌های بیرونی و نقشه ضد بحرانی حکومت جمهوری، لایحه‌های نو افضلیتناک در اساس هدف‌های رشد کشور و دورنمای همکاری‌های میان ملت مورد بررسی قرار داده شدند. زفقی زاده از بانک رشد اوراسیا خواسته است مبلغ گذاری‌ها به ساحه اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان
برای نویل گردیدن به هدف و افضلیت و استراتژی حکومت جمهوری از جمله رشد اقتصاد سبز، صنعت کنونی، تقویت اقتدار صادرات، اقتصاد رقمی و ساحه اجتماعی زیاد گرده شوند. در نوبت خود نیکولای پدگوزوف نیز آمادگی خود را برای زیاد نمودن مبلغ گذاری لایحه‌ها در سمت‌های قید گردیده بیان نموده زفقزاده را اطمینان داده است که صندوق سرمایه گذاری بانک را در جمهوری تاجیکستان تا به حد 5% حجم عمومی صندوق سرمایه گذاری این نهاد مالیوی افزایش می‌دهد. تا امروز از جانب بانک رشد اوراسیا و ساختارهای آن در ساحه گوناگون اقتصاد جمهوری تاجیکستان 13 لایحه سرمایه گذاری به مبلغ عمومی 266.4 میلیون دلار از جمله 7 لایحه گرانتی و امتیازناک خزینه اوراسیا، 6 لایحه خود بانک به مبلغ 51.4 میلیون دلار عملی کرده شدند. بانک رشد اوراسیا سال 2006 از جانب روسیه و قزاقستان تأسیس یافته، بعدا تاجیکستان و ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان نیز به عضویت این نهاد مالیوی پیوستند. حجم عمومی سرمایه گذاری های بانک 10.6 میلیارد دلار را تشکیل میدهند. سرمایه گذاران اساسی بانک اوراسیا روسیه و قزاقستان به شمار می روند. باستانشناسان از 9 کشور در نتیجه تحقیق پناهگاه کورتیکه واقع در پامیر شرقی در تقریبا 40 کیلومتری جنوب شرقی مرغاب در بلندی 3980 متر از سطح بر به خلاصه رسیدند که آدمان در اینجا تقریبا 14000 سال پیش زندگی میکردند. قبلا چنین شمرده میشد که آدمان در این پناهگاه 8000 سال پیش پیدا شدند و قبل از آن این قلمرو زیر پیریخ قرار داشت. اما استفاده از وسایل معاصر باستانشناسی معین کنند که 14000 سال پیش نیز در این قسم تاجیکستان امروزه پیریخ نبود و حیات به قول معروف جوش میزد. در این باره روز 4 ایول سال 2023 مجله علمی بین المللی نوکا و سیبیری، نشریه رسمی شعبه سیبیری اکادمی علم‌های روسیه و سامانه تاجیکی حلوا خبر دادند. نوکا و سیبیری می نویسد کوهستان آسیای مرکزی در رشد تمدن انسانی در عهد گولوتسن که به دوره تقریبا 10 تا 12 هزار قبل از میلادی راست می آید نقشه مهم داشتند و هنوز تا پیدایش راه بزرگ ابریشم و وادی‌ها و عقبه‌های این قلمرو راه‌های حرکت قبیله‌های انسانی می‌گذشت، ولی پیدایش انسان‌ها در این پهنا به خصوص در کوهستان پامیر چندان عمیق آموخته نشده است. بار اول تحقیق پامیر و باستانشناسان شوروی در سال‌های 60 و 70 عصر گذشته سر کردند. خلاصه آن آموزش‌ها چنین بود که انسان‌ها در اینجا تقریباً 8000 سال پیش مقیم شدند. آموزش‌های باستانشناسی در اینجا سال 2018 از سر گرفته شد و اخیراً گروه باستانشناسان از 9 کشور تاجیکستان، روسیه، آلمان، امریکا، فرانسه، پولشا، ایتالیا، استریا و دانیا تحت رهبری کارمند پژوهشگاه باستانشناسی و مردمشناسی شعبه سیبیری اکادمی علم‌های روسیه سویتلانا شنایدر و مدیر شعبه باستانشناسی پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نورالدین سیف‌الله‌یف توانستند با استفاده از وسایل معاصر پناهگاه کورتیکه در پامیر شرقی را از نو تحقیق کنند. خلاصه باستانشناسان این شد که برخلاف باور قبلی که گویا 8000 سال پیش این منطقه زیر پیریخ بود خطا بوده است و در اصل انسان‌ها در کورتیکه 14000 سال پیش مقیم شدند. اکسپدیسیا در کورتیکه سال 2018 آغاز یافت و سال 2019 در اینجا کوشش‌ها انجام داده شد. باستانشناسان تصمیم دارند که امسال دیگر باره به کورتیکه بروند و به تحقیقات خود ادامه دهند. عالمان هنوز به یک خلاصه دقیق نرسیدند که چرا انسان‌ها با وجود اقلیم قهرتونش در کورتیکه مقیم شدند. یک فرضیه آنها این است که انسان‌ها را به اینجا ذخیره‌های فراوان طبیعی، دقیق‌تر شمار فراوان حیوانات وحشی که در چراگاه‌های کوهی این منطقه می‌چریدند جلب کرده است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز 2 صدمه مرگ‌آور خبر داد.
از جمله صبح 4 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 05:40 دقیقه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا رحیمزاده امیر سال تولدش 1984 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در راه ماشینگرد رودکی ایسار در حدود جماعت دیهات چهارتپه نویه رودکی به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته دوچرخران نابالغ یورف عمر سال تولدش 2011 ساکن شهر ایسار را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. شب 4 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 22:40 دقیقه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا خوجایف مراد سال تولدش 1993 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در راه ماشینگرد دوشنبه خوجند چنوق در کیلومتر 230 به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته به طرف راست راه چپ شده است. در نتیجه مسافر автомاشین مذکور اکاجانوف شرف سال تولدش 1999 ساکن شهر مذکور جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از غرق شدن باز 3 نفر خبر داد. از جمله نیمه دوم روز 4 ایول سال 2023 ساعت 17:10 دقیقه در حدود جماعت دیهات روشان نویه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان نورسان فوتبال بازی میکردند. در بین بازی بناگاه توپ فوتبال به دریا افتاده است. 2 نفر از این بچه‌ها که یکی 14 سال داشت و ساکن دیهه ومر نویه روشان بود و دومی 12 ساله که از شهر خوجند ولایت سوخت به مهمانی آمده بود تلاش کردند توپ را بدارند ولی هر دو به آب سرنگون شده غرق شدند. برای راه اندازی کارهای جستجویی دسته نجات دهندگان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان به جای حادثه سفربر شده است. روز 4 ایول جستجوی جسدهای نابالغان نتیجه نداد و صبح 5 ایول کارهای جستجویی در ومر از سر گرفته شد. همچنین بنا به گزارش ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت نیمه دوم روز 3 ایول تخمینا ساعت 17:40 دقیقه یک دختر 15 ساله جماعت دیهات به نام حیدر عثمان نویه باباجان غفورов هنگام آبازی در یک مکان ممنوع در دریای سیر غرق شده است. نجات دهندگان به دریافت این خبر به جای حادثه رفته جسد دختر را از آب بیرون کشیدند و به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. از اول سال جاری در تاجیکستان علکی حدود 80 نفر غرق شدند که بیش از نصفشان را کودکان و نورسان تا سن 16 تشکیل می‌دهند. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامونی عریضه زن 37 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 4 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 12:00 دقیقه در کوچه زوق بیکوف شخص نامعلوم با روی زوروری از دست پسر نابالغ 13 سالش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی 11 را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 3600 سامونی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 27 ساله ساکن شهر وحدت با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینا با عریضه زن 34 ساله نویه دوستی مراجعت نموده است که 3 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 11:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی از منزل استقامتی به اجاره گرفته‌اش واقع در کوچه نوایی شهر دوشنبه در آمده از آنجا یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی نو را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3500 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 20 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین مکتوب دیرکتور فیلیال شرکت هومو در شهر تونسونزاده وارد شده است که شب 3 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 9:35 دقیقه شخصان نامعلوم به طریق پنهانی و شکستن ترمینال خودخدمت رسانی واقع در جماعت دیهات ریگر شهر ترسونزاده که به شرکت هومو تعلق دارد از صندوق مبلغ جمع کننده 35026 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده
37026 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 28 ساله ساکن ترسانزاده با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.